السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان و قبیله های عبدالمطلب، عبدمناف و بنی هاشم به مکه برگشتند، بین قریشی ها صلح شد. سال دهم بعد از بعثت بود، یعنی 10 سال شده بود که رسول خدا پیغمبر شده بود. عمکش ابو طالب وفات کرد، شخصی که طول حیات از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکرد، رسول خدا را تربیت کرده بود. ابو طالب مثل پدر بود برای رسول خدا، هرچندی که مسلمان نشده بود ولی رسول خدا را طرفداری میکرد. رسول خدا بسیار ضیق شدند. وقتی که ابو طالب در بستری مرگ بود، در حالت مرگ بود، رسول خدا در نزدش نشسته بود. ابو جهل لعین خبردار شد که ابو طالب در بستری مرگ است. ابو طالب بزرگ قبیله عبدالمطلب بود و بعد از شنیدنی که ابو طالب در بستری مرگ است، به طرف خانه ابو طالب دویده کنان آمد. رسول خدا ابو طالب را می گفت: ای عمک، بگو لا اله الا الله محمد رسول الله تا که تو را روز قیامت شفاعت کنم نزد پروردگارم. در همین وقت بود که ابو جهل به خانه ابو طالب در آمد و شنید سخن رسول خدا را. ابو جهل گفت: اگر کلمه شهادت را گفتی تا ابد تو را بد یاد میکنی، یعنی میگویم که تو ترسیدی و دین اجداد خود را ترک کردی، سخن یک جوان را گوش کردی. هرچندی که رسول خدا با ابو طالب سخن میکرد و کلمه شهادت را برایش میگفت، ابو جهل ابو طالب را نمیگذاشت که کلمه شهادت را بگوید. یعنی اگر ابو طالب ایمان بیاورد، بزرگ قبیله عبدالمطلب است و شاید همه قبیله ابو طالب، این که اکثریت قبیله عبدالمطلب مسلمان شوند. برای همین بسیار ابو جهل لعین خوف داشت. ابو طالب گفت: من میترسم که بعد از وفاتم عرب ها من را یعنی یادی بد کنند، سخنانی بد کنند. برای همین ایمان نآورد و وفات کرد. در عمری که بعضی مورخین میگویند 80 ساله بود. وقتی که ابو طالب وفات کرد 80 ساله بود، مسلمان نشد. ابو طالب به اسلام بسیار نزدیک بود ولی مسلمان نشد. تقریبا 2 ماه بعد از وفات ابو طالب، همسر رسول خدا خدیجه رضی الله عنها وفات کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه رضی الله عنها تقریبا 25 سال زندگی کرد. خدیجه رضی الله عنها نزدیکترین بود به رسول خدا. رسول الله را بسیار دوست می داشت. رسول خدا از خدیجه رضی الله عنها 4 تا دختر داشت. اولین زنی که مسلمان شد و رسول خدا را با مال خود یاری میکرد. وقتی که رسول خدا پیغمبر شد، خدیجه رضی الله عنها به رسول خدا گفت به دعوت مشغول شد و مسئله پول، با پول رسول خدا را تأمین میکرد که فقط رسول خدا دعوت کند و احتیاج به کار کردن نداشته باشد. وقتی که خدیجه رضی الله عنها زنده بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند جبریل به نزدم آمد، یعنی جبرائیل علیه السلام به نزدم آمد و گفت الله متعال به تو سلام میگوید و الله متعال میگوید خدیجه را خوشخبری بده. به خانه‌ای که در جنت است، یعنی برای او مهیا کرده شده است، قصری که در جنت برای خدیجه رضی الله عنها مهیا کرده شده است. خب قصر چگونه است؟ خانه‌ای که از الماس است، یعنی خانه از الماس بنیاد شده است. در آن دیگر مانده شدن نیست، زیغ شدن نیست، بیمار شدن نیست.
وقتی که خدیجه رضی الله عنها وفات کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیق شدند. از طرف عمکش وفات کرد. تقریبا 2 ماه بعد همسرش خدیجه رضی الله عنها وفات کرد. و دو شخصی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان بودند و رسول خدا را دستگیری میکردند. اکنون 10 سال گذشته بود که رسول خدا دعوت میکرد، یعنی پیغمبر رسول خدا را 10 سال گذشته بود که در مکه شب و روز دعوت میکرد. در این مدت تقریبا 70 نفر مسلمان شده بود در مکه، شخصانی که فقط حالا در مکه بودند. آن شخصایی که در حبشه بودند اونها رو حساب نمیکنیم، فقط شخصانی که در مکه بودند 70 نفر بودند، یعنی به حبشه هجرت نکرده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر میکرد که باید راهی برای دعوت پیدا کند، یعنی اگر در مکه دیگر فایده ندارد بیرون از مکه باید ببیند. برای اینکه در مکه بعد از وفات عمکش و همسرش دیگر تقریبا همه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اذیت میدادند. وقتی که عمکش زنده بود بزرگان مکه فقط اذیت میدادند، مثل ابو جهل و دیگران. وقتی که عمکش وفات کرد حتی شخصانی که هیچ قدر و مرتبه نداشتند رسول خدا را اذیت میدادند. اگر رسول خدا را در نزد یعنی کعبه میدیدند در سرش خاک میپاشیدند، یعنی که کودکان رسول خدا را دشنام میدادند، جوانان رسول خدا را اذیت میدادند. دیگر احترامی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیکردند. رسول خدا نیت کرده بود که از مکه ببراید به دیهات‌های نزدیک، به جایی که دعوت کند و او را دستگیری کند. نزدیکترین جا به مکه طائف بود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طائف سفر کرد، پیاده به طائف سفر کرد تا اینکه به طائف رسید. در درآمدگاه طائف بزرگان طائف نشسته بودند، مثل عبدیالیل یا اینکه مسعود و حبیب، 3 برادر بودند، در درآمدگاه طائف نشسته بودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این 3 برادر را دید، اینها بزرگان طائف بودند، به نزدشان آمد. آنها رسول خدا را خوب پیشواز گرفتند، یعنی رسول خدا از قبیله بسیار با احترام بود، از قبیله عبدالمطلب که اما این قبیله را میشناختند. رسول خدا در نزدشان نشست و در مورد اسلام سخن کرد، قرآن تلاوت کرد. آنها گوش کردند. وقتی رسول خدا دعوت خود را تمام کرد یکی از آنها از جایش خیست و گفت به خدا قسم به تو ایمان نمی آورم تا که پرده های کعبه پاره پاره شوند، یعنی هیچ وقت به تو ایمان نمی آورم. دومی از آنها خیست و گفت به خدا قسم من یعنی با تو هیچ وقت سخن نمی کنم، با تو من هیچ سخنی ندارم که سخن کنم، یعنی تو دروغگو هستی، تو راست نمیگویی. سومی آنها گفت به خدا قسم اگر تو پیغمبر باشی با تو بسیار خطر است سخن کردن و اگر دروغگو باشی با تو بسیار حقیر است، یعنی تو بسیار حقیر هستی، بسیار پست هستی که من با تو سخن کنم. رسول خدا دید که دیگر از این 3 نفر هیچ فایده نیست. با آنها گفت اگر سخنان من را قبول ندارید پس بگذارید من با دیگران صحبت کنم. گفتن نه، به خدا قسم نمیگذاریم که با دیگران صحبت کنیم. و این 3 نفر سراسیمه به درون طائف در آمدند، یعنی به نزد مردم رفتند و قوم خود را گفتند شخص اکنون می آید که شما را از دین اجدادانتان، از دین پدرایتان بیرون میکنند، گمراه میکنند، او را با سنگ‌ها بزنید.
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی به درون طائف آمد و در آمد در جایی که مردم زندگی میکردند و میخواست صحبت کند با آنها، مردم او را با سنگ ها میزدند. در پای های رسول خدا با سنگ ها میزدند. وقتی که رسول خدا پای خود را بالا میکرد، پایان میکرد، در پایش با سنگ ها میزدند تا درجه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در پایهاش زدند که پایهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم پر از خون شد و مردم حتی نگذاشتند که رسول خدا سخن کند و یعنی همین طور اهل طائف رسول خدا را پیشواز گرفتند. رسول خدا دید که دیگر جای سخن نیست و از طائف برگشت. در راه اکنون به مکه نرسیده بود، یک زمینی را دید، در تگ یک درخت از همون زمین ها نشست. این زمینی یکی از بزرگان مکه بود و این بزرگان مکه صاحب های این زمین عتبه و شیبه بودند. آنها هم در زمین خود نشسته بودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک طرف همون زمین در یک سایگی نشست، پایهاش پر از خون بود، بسیار مانده شده بود، گرسنه شده بود، میخواست کمی استراحت کند. عتبه و شیبه یعنی بزرگان مکه بودند، رسول خدا را میشناختند، از خردیش میشناختند. هرچندی که مسلمان نبودند، به رسول خدا دشمنی داشتند، ولی وقتی دیدند رسول خدا بسیار مانده است، پایهاش پر از خون است، گرسنه است، دلشان کمی نرم شد و گفتند به محمد کمی خوراک بفرستیم. نه او از اهل ما است، از مکه است، هرچندی که با ما علاقه نزدیک ندارد، دین اجدادای ما را ترک کرده است، دین نو ایجاد کرده است، به گفت آنها بود، ولی گرسنه است، دلشان نرم شد. و یک غلامی داشتند، یک کارگری داشتند، یهودی بود، بعضی مورخین میگویند نصرانی بود، بعضی دیگر اکثریتش میگویند که یهودی بود، نامش عداس بود. به عداس گفتند این خوراک را بگیر و به نزد محمد ببر. عداس خوراک را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم آورد. رسول الله دست خود را دراز کرد برای خوراک را بگیرد و بسم الله گفت. عرب ها بسم الله نمی گفتند، برای همین عداس وقتی که بسم الله رسول خدا گفت شنید، در تعجب ماند. گفت این چی بود که من شنیدم از تو؟ عرب ها این سخن را نمی گویند. رسول خدا فهمید که این جوان چیزی از دین می داند، یعنی عداس از دین اسلام، یعنی که از دین مهم یگان چیزی خبر دارد. رسول خدا فرمود نام تو چیست؟ گفت عداس است نام من. رسول خدا فرمود از کجا هستی؟ عداس گفت از نینوا. نینوا در شمال عراق است. رسول خدا فرمود نینوا جای پیغمبر خدا یونس ابن متی. عداس در تعجب ماند. عرب ها نینوا را نمی شناختند، اکثریت عرب ها نینوا را نمی دانستند. رسول خدا نینوا را می دانست، تاریخ نینوا را می دانست و در آنجا کدام پیغمبر زندگی می کند می دانست. برای همین عداس در تعجب ماند که شخص عادی نیست این. عداس گفت تو کیستی که یونس ابن متی را می دانی، می شناسی؟ رسول خدا فرمود من محمد هستم، یونس برادرم است. یعنی برادر از برای الله برادرم است. او پیغمبر است و من پیغمبر هستم. عداس اکنون فهمید که با شخص عادی سخن نمی کند.
یعنی این سخنانی که این میگوید این را هر کسی نمیگوید و جرأت این سخنان را کردن نمیتواند. از جایش خست و سری مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را بوسه کرد. عتبه و شیبه نشسته بودند، از دوری این ماجرا را میدیدند. گفتند با محمد، یعنی دل ما نرم شد، با محمد خوراک روان کردیم با این غلام، با این جوان را از راه برآورد، گمراهش کرد. اکنون با دین خود دعوتش کرد و این جوان سر محمد را بوسه کرد. وقتی عداس برگشت، عتبه و شیبه پرسیدند چرا سر محمد را بوسیدی؟ عداس گفت به خدا قسم محمد سخنی گفت که چنین سخن را فقط پیغمبران میگویند. عتبه و شیبه گفتند محمد را باور نکن، دین تو از دین او بهتر است، با او نزدیک نشو، او تو را گمراه میکند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوراک را خورد، دستان خود را بالا کرد و بسیار دعای بزرگ کرد. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. انت رب المستضعفین و انت ربی، الى من تکلنی الى بعید یتجهمنی ام الى عدو ملكته امری ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. پروردگارا، من شکایت ناتوانی و بی‌پناهی خود و استهزا و بیزاری مردم را نسبت به خود پیش تو می آورم. ای مهربان ترین مهربان ها، تو پروردگار ناتوانان و فقیران و خدای منی. من را در این حال به دست کی می سپاری؟ به دست بیگانگانی که به ترش رویی با من رفتار کنند، یا دشمنی که مالک سرنوشت من شود؟ خداوندا، اگر تو بر من خشمگین نباشی، به تمام این دشواری‌ها هیچ پروایی نمی‌کنم، و اگر تو بر من خوشنود باشی، بر من گوارا خواهد بود. پروردگارا، من به نور روی تو پناه میبرم، همان نوری که تمام تاریکی ها را می شکافد و کار دنیا و آخرت را اصلاح می کند. پناه می برم از اینکه خشم تو بر من فرود آید و غضب تو بر من نازل گردد. ملامت کردن حق توست تا آنگاه که خوشنود شوی و قوت و قدرت آنها به وسیله تو به دست آید. این دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم از درون دل برآورد، از درون دلش آهش را برآورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان زیغ شده بود که دیگر با این دعا راز خود را با الله متعال گفت. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.